خب از این لحظه دیدار تیم‌های فوتسال افغانستان و بحرین آغاز میشه. بحرین میزبان رقابت‌ها هم هست. دیروز ازبکستان خیلی پرگل شکست دادیم. بحرین اصلا تیم قوی نیست. امیدواریم که پرگل این تیم شکست بدیم و کماکان بدرخشیم در این رقابت‌ها. پاس داده خواهد شد. فضای خوبی در اختیار بازیکن افغانستان. یک حرکت، این ضربه، موقعیت و گل. علی احمدی دروازه بحرین باز میکنه. در نهایت بحرینی هم مثل ازبکستان دیر گل خوردن. سرانجام دروازه تیم میزبان باز شد. اینجا پاسی که داده شد بهادر داد، کنترلی که توسط محمد اکبری انجام شده. علی احمدی دروازه رو باز میکنه. همین چهره تعویضم میشه خیلی زود. گل اول برای افغانستان. یک حرکت دیگه از سفیدپوشان ما. فرصت هست. پاسی که داده میشه نعیم رحمتزاده. یک پاس عالی، موقعیت هست و گل. حبیب الله سلطانی دروازه رو باز کرد. پاس دقیق نعیم رحمتزاده. خیلی خوب هم دیگره پیدا میکنن بازیکنان ما. عالی جایگیری میکنن، خیلی هم راحت. نگاه کنید اینجا پاس خیلی خوب و این ضربه تمام کننده. تمرینی زد سلطانی. همین چهره 2-0 به سود افغانستان. از این اما هم ببینیم پاس زیبایی که داده شد توسط رحمتزاده و گلی که به ثمر رسید. باز هم حرکت از بازیکن افغانستان. فرصت هست. سلطانی، خود سلطانی محکم میزنه در ضربه دوم. سید ابوالفضل جلالی دروازه رو باز کرد. گل سوم برای افغانستان. شوت محکمی که حبیب الله سلطانی زد. اینجا با پای چپ محکم میزنه، دروازه‌بان گرفت. در ریباند جلالی دروازه رو باز کرد. او هم ظاهراً تعویض شد. گل سوم برای افغانستان به ثمر میرسه توسط همین چهره سید ابوالفضل جلالی. با این ضربه زیر تاق فرصت هست. این ضربه‌ای که زده شد و دروازه‌بان گرفت و اینجا هم نیمه اول به پایان میرسه. فرصت‌های زیادی رو گرفت دروازه‌بان بحرین. حداقل 3-4 گل دیگه بعد می‌خورد. در نهایت هم بازی با برتری 3-0 افغانستان در نیمه اول تمام میشه. 12 سیو بحرینی ها داشتن. فرصت برای افغانستان. این ضربه خطرناک و گل. حسین حسنی دروازه رو باز میکنه در نیمه دوم. گل چهارم برای افغانستان. همکاری خیلی خوبی که انجام شد. با هم ببینیم اینجا پاسی که داده شد ابوالفضل جلالی، رحمتزاده و در نهایت هم حسنی است که حساب کار 4-0 کرد. صحبت‌های جعفری با بازیکنان خیلی خوب هم دیگر پیدا میکنن. چقدر منظم بازی میکنه تیم ما. شروع بازی از مقابل دروازه بحرینی ها. فرصت هست، پرس کردیم، توپ گرفت حسنی، خیلی هم خوب گرفت. فرصت هست اینجا و گل پنجم. محمد نعیم رحمتزاده پاس عالی حسنی رو تبدیل به گل میکنه. خیلی خوب توپ میگیرن بازیکنان ما. عالی توپ روایی شد. درست هم همین کار چند بار مقابل ازبکستان کردیم. محمد نعیم رحمتزاده اینجا پاس عالی حسین حسنی رو تبدیل به گل پنجم افغانستان میکنه. همین چهره 5-0 به سود افغانستان کار دنبال میشه. نگاه کنیم اینجا پاسی که داده شد و این ضربه. یک بار دیگه حرکت از بازیکن افغانستان. موقعیت هست. ببینید با این توپ و این گل و این هم ششمین گل علی احمدی زد. کاملا به هم ریخته تیم بحرین. حرکت انفرادی خیلی خوب از میان چند تیری بله خوبی مسلط کاملا سوار بر بازی هست که افغانستان. گل ششم توسط علی احمدی به ثمر میرسه. دبل میکنه. خیلی راحت پیرنی رو هم کشید اما نتونست رو کنترل بکنه. بعد از گل هم زود سجده کرد و باز هم حرکت. یک اشتباه. فرصت هست. محمد اکبری گرفته توپ. دوباره تلاش بازیکنان افغانستان. فرصت برای عباس حیدری و چیپ عالی عباس. کاپیتان حیدری هم گل میزنه. گل هفتم برای افغانستان. چه تیمی ساخته این بهروز جعفری. اینجا توپ روایی که محمد اکبری انجام داد و این چیپ تماشایی از عباس حیدری کاپیتان افغانستان. از این نما هم ببینیم ستاره آینده دار تیم ملی فوتسال مجید مرتضایی گفته او یکی از بهترین های تیم ملی خواهد شد. این طرف بحرینی ها. فرصت هست، موقعیت هست، نباید اجازه بدیم که حتی گل بخوریم. آخرین
ثانیه‌های واپسین این دیدار، فرصت دروازه خالی افغانستان و توپ به بیرون زده. بازی هم تمام شد. حرکت آخر بحرینی‌ها انجام دادن. ویسل پایان بازی پیروزی پرگل 7-0 افغانستان برابر بحرین. این حرکتی بود که انجام شد، دروازه خالی اما رسان خود رحمتزاده و در نهایت هم بازی به پایان رسید و موفق شدیم 7-0 بحرین میزبان شکست بدیم در دومین دیدار مرحله گروهی. واقعا داره تیم ملی ما خوب میدرخشه در این مسابقات. بهروز جعفری داره کم کم به یکی از مربیان سرشناس آینده‌دار فوتسال افغانستان تبدیل میشه. این هم سفیدپوشان افغانستان، نوجوانان زیر 17 سال ما که عالی درخشیدن در این رقابت‌ها و کاملا مشخصه که بوی قهرمانی میدن. اندک هواداران و هیئت حالا کمیته ملی المپیک هم که در سالن هستند و تشویق میکنن. امیدواریم به همین روند ادامه بده و تیم قهرمان بشه.